مداد رنگی هم باید بیاریم. ما دو تا کانسپت جمع‌آوری کدگروه داریم. یک کانسپت تابره بهش برج میگن، یک کانسپت هم تادیه. تادی ایمرشنه، یعنی چی؟ قوطه‌وری. درسته. تمام چیزهای مربوط به قوطه‌وری رو تبعیت میکنه. تابر دریپه، تمام چیزایی که به دریپ مربوط میشه را تبعیت میکنه. درست. از سایز آسیا، از کل اون فرآیند جمع‌آوری، ولی تایم اینا فرق میکنه. اوریجی بدی همه اینا رو توی تادی، توی تابر بالا آب و یخ یا آب خالی، آب دمای محیط یا آب سرد، اگر یه چیزی رو انجام میده همیشه باید همون رو انجام میده. یا مثلا چندین بار موتورهای مختلف رو انجام میدیم، کوالیتی خروجی خوب شد دوباره همون رو انجام میدیم که عوض نمیشه. بالا آب و یخ بسته به اینکه اینجا چقدر گنجایش داره. درست. قهوه میرسیم. یه لیتر نه آب، یه لیتر آب جا میشه، 2 لیتر جا میشه، 3 لیتر جا میشه، چقدر جا میشه؟ درست. معمولا روشون داره، نظر خودتون برد میکنید که اینجا چقدر گنجایش داره. بعد به همین نسبت بر اساس همون فرمول 1000 گرم 55 گرم تا 60 گرم 65 گرم 65 گرم قهوه‌شو محاسبه می‌کنید. اگر 1 لیتر 50 اگر 2 لیتر 120 گرم، اگر 3 لیتر 180 گرم قهوه باید. درست. این هم پس دو مقدار قهوه مصرفی بسته به حجم آبمون آب داره، ولی ریشیو همینه، 1000 گرم به 55 تا 65 که ما همیشه حد وسط رو میگیریم 60. درست. اینه اون نیستش که هرچی مقدار قهوه بیشتر میشد کمتر میشد آب که بیشتر میکردیم، نه؟ همون میشه، خودم هم میشه. بازه همون میشه. آره تو الان مثلا اینجا بگیر پاور ما 2 لیتره، اینجا 2000 تقسیم بر 60 چقدر؟ باید حساب کنید دیگه. اگر مثال این هم از همون قانون تبعیت. همون قانون 33 و 3 ضبط داره 33000 دیگه 30000 33000 آره دیگه 2000 تقسیم بر 60 ضبط داره 60 120,000 تقسیم 30000 تقسیم بر 1000 میشه 120 دیگه. چه 120 گرم عقده. آره دیگه اون 120 گرم هم داره. حالا 2000 تقسیم بر 120 کن 16 هر چقدر اینجا آب جمع میشه تقسیم بر 16 میکنیم مقدار قهوه به دست میاد یا میذاریم توی فرمول. بعد قهوه رو آسیاب میکنیم این شد 2 مقدار آب یا آب و یخ پس هر چقدر داریم مثلا اگر خود تنظیم میکنیم یا بیایم مثلا این 2000 لیتر یا 2000 لیتر آب رو 1000 لیتر آب میریزی 1000 گرم آب میریزی 1000 گرم یخ میریزی یا میای همه رو یخ میریزی که باز کار فیزیکیه چون یخ موقعی که آب یخ میبندی یه بخشی از این مواد جامد موقعی که آب میشه میاد توی اون قسمتی که شما هست گیر میکنه
مواد جامد مثل رسوب میاد اینجا گیر میکنه. پس ما اینو ترجیحاً اینو یخ به کار نبریم و اگر یخ میکنیم یخ و آب به کار ببریم. اوکی؟ پس من اگر این 2 لیتر مثلا اگر بخوام یخ و آب ببرم 1 لیتر یخ 1 لیتر آب یا نه کل 2 لیتر آب مثلا دمای محیط آب هم همون کوالیتی که مد نظر آب مورد تایید استیل این شد چقدر بسته به حجم حالا پاور نه من اینجا رو بهش باید بگم چی هوپر بسته به حجم هوپر و مقدار قهوه مصرفی یخ نمیخواد بسته به همین حجم هاپر میشه 16 دیگه که شما درد دارید. اینجا شد چقدر؟ 120 مثلا این 2 لیتر. خب میمونه تمپرچر یا دمای آب، دمای محیط یا دمای خنک. حالا همه اینا تو این دست خودتونه، هیچ چیزی اینا پیشنهاد نمیدن. تو آب دمای محیط بده، همین آب معدنی رو بذار تو یخچال بده، آب و یخ رو قاطی کن. خروجیت مهمه، آیا اون چیزی که مد نظرت هست شده یا نشده. اوکی؟ چون این تایم مهمه، یه دمایی مهم نیست. چون ما دمای زیر دمای داغ هستیم، دمای دماوری با آب گرم هست. مقدار آب، قهوه، دما، بعد گرایند سایز. چیه دیوا چی بودن؟ قطره قطره میمود مدیوم مدیوم پایینتون رو پیدا میکنید که بهترینش مدیومه به نظر من، چون دارید با آب سرد میگیریم ممکنه طولانی بشه دوام. مدیوم میگیریم یا مدیوم پایین میگیریم و آسیاب میکنیم میگیریم. اینجا خودشون معمولا یه فیلتر داره. حالا اون فیلتر ممکنه کاغذی باشه، ممکنه پارچه‌ای باشه، ممکنه شیشه‌ای باشه، اما سرامیکی باشه، بسته به این چیزی داره که می‌خرید. روی این قسمت هم یه فیلتر کاغذی مثل فیلتری که برای ایروپرسه، بستگی به اون بازمون می‌خوره که بزرگترا شما باید فیلتر مثل فیلتر BCC یا کمت رو باز کنید، برش بزنید بندازید روش. یه فیلتر هم اونجا می‌گیره و بعد این شیر رو تنظیم کنید. اینجا شیر داره که مثلا در 60 ثانیه 50 تا 55 قطره آب بچکه روی این قهوه شده. قبلش هم آب رو قشنگ باز میکنید. چند گرم قهوه داریم؟ 120 گرم. 3 برابرش میشه چقدر؟ 360 تا 360 گرم آب رو باز میکنید که بیاد قهوه‌تون خیس بخوره. از هم آب سرده. هم آب سرده. موقعی که این خیس خورد اینو شروع می‌کنید با تایمر. نگاه می‌کنید ببینید که 60 ثانیه بین 50 تا 55 تا قطره بزنه. و بعدش این حالا بسته به حجم این پاور رو چه مقدار این رو تنظیم می‌کنید بین مثلا تقریبا 8 ساعت تا 12 ساعت طول می‌کشه. توی بزرگترها تا 24 ساعت هم ممکنه دماوریتون طول بکشه که بعدش که اومدی این دیگه کامل اومده پایین و مقدار آب تموم شده. حجم نوشیدنیتون رو وزن می‌کنید. باید 1:2 آب جذب شده باشه. یعنی الان من اینجا چقدر آب داشتم؟ 2000 تومان. 120 گرم قهوه، یعنی 240 تا 250 گرم از اون 2000 تاش جذب شده باشه. موقعی شما روشون تو یعنی سایز هم درست دیده. توجه این کامل می‌داریم. نه یه ذره بود وقتمون خواب. همونه چیز آره چیز خاصی همه چی همونه. فقط تایمش فهمید. الان چقدر شده باشه؟
نوشیدنی 240 تا منهای یه دونه یعنی 2000 تا، منهای یه 240 تا میشه. یعنی نوشیدنی باید نمیگه که 750 شده باشه درسته. حالا میخوریم تلخیش کم باید باشه، توی کلبورو بیشتر حس شرابی گونه باید داشته باشه، اسیدیتیش و شیرینیش. چون شما دارید با آب سرد استفاده میکنید، توی بحث آب سرد قهوه فقط شیرینی ها رو میاره دیگه و اسیدیتی هست. تلخی نباید خوب استفاده کنید. هم قهوه‌تون باید خوب باشه، هم رستش باید خوب باشه، هم که شما شیرینی فقط باید میاره. اگه تلخی داری یعنی یا قهوه‌تون مشکل داشته یا اصلا یعنی باید قهوه دارک استفاده نکنیم. چقدر قابلیت استفاده داره؟ هر توی کلبورو چیزی که خیلی مهمه بحث نظافت نظافت تک تک این قسمت خوب شسته بشه با اسکاج خوب، با آب خوب و خوب خوش بشه، با دستمال تمیز و جای مناسب نگه داشته بشه. شما میتونید این سرورش رو دردش رو ببندید توی یخچال، حتی یک هفته هم نگه دارید بدونید که این طعم بد بگیره، تلخ بشه، ترش بشه و یا اینکه قارچ بدن. ولی اگر نه یه تو این مرحله از اون آبی که می‌ریزید، یخی که می‌ریزید یا اینجا یه دونش یه ذره خیلی کمه، باورتون نشه خیلی یک پرز دستمال اینجا باشه باعث قارچ میشه. قارچی که شما در حالت عادی نمی‌بینید ولی هم تو طعمش تاثیر می‌ذاره، هم این که اگر زیر نور ماورای بنفش قرار بدید می‌بینید لایه‌های قارچ مانند یا زیر میکروسکوپ که روی سطح کلبوریتون داره. من داور مسابقه کلبورو بودم، 3 دوره بعد داور کلبورو بودم، تقریباً 70% شرکت کننده‌ها توی این مرحله دیسکوالیفای میشن. قهوه خوب داشتن، همه چی خوب بود، بعد که میومدی نگاه می‌کردی قارچ داره. بعد کی هم کردن همون دیشب، یعنی تایمی هم تایم درست بوده ولی نحوه آوردن، گرم کردن، سرد شدن، اون وسیله‌ای که باهاش قهوه رو جابجا کردن یا باهاش دم کردن، کوچکترین آلودگی، کوچکترین چربی باعث میشه که این استاد یه تم که استفاده می‌کنیم تم مثلا آبی باشه که تمپرچر یخ دیگه نه، یخ‌سازی که به همون آب تصفیه می‌کنه. خب این مال حالتی که تابه که دیدید. توی حالت تادی که ایمرشنه، از تکنیک‌های ایمرشن پیروی می‌کنه. آب شناور. توی این ما سایز آسیابمون میدیوم کورس یا کورس تا کورس بسته به کوالیتی تیغاهاتون رو گرفته. بعد نسبت قهوه به آب ریشیو اینجا گرفته، ریشیو 1:16. هر چقدر که این ظرفیت این بنده اینم تادی ظرفیت رو شما خیلی به راحتی ممکنه میتونید تو خونه تادی دم کنید. یه دونه کلبورو بردارین، یه دونه همون جورابه که تمیزه توش قهوه بریزین، هر چقدر این جورابه سوراخاش ریزتر باشه بهتره که سوپر فاین نیاد توی قهوه‌تون رو می‌ریزین، میندازین توش، بذارین توی یخچال 12 ساعت بعد بیاین اینو بردارین شد کلبورو. اصلا بهتر که این چیزا بندازیم مورد چایی تیبک لیپتون. هست. حالا اونا باید ببینی دیگه رد میشه ازش، رد نمیشه، چقدر خروجی میده. آره اونا مورد جنس کاغذشو باید به دست بید. 1:16 تایمم 8 تا 16 ساعت. بعد یه فیلتر کاغذی داره اینجا یه فیلتر پنبه‌ای داره و یه دونه حالت چوب پنبه. تو این شناور میشه قهوه با آب هم میزنن 4 بار 5 بار. بعد از 12 ساعت 8 ساعت میان اینو میکشن، این چوب پنبه رو تحت فشار آب میاد. فیلتر هم هست دیگه، فیلتر میشه میاد پایین توی حالا پارچتون، سرورتون، هر چیزی که اون گیرش میاد. کدوم روش بهتر در میاد؟ ببین هر جفتشون متفاوته ولی این راحت تره. این شما ول میکنی میری بعد میبینی مثلا اینجا این شیره قطع شد یا رسوب یخ اومده این وسط رو گرفته، آب نیومده، نصف آب مونده، مابقی خراب شده. ولی تو این حالت که قوطه‌ور دیگه آب یخ همینو برش میذاری تو یخچال هیچ چیز نمیشه. فقط باید چیز کنی، یعنی
استیبل تره، خیالتون راحت تره، ولی خب این خوشمزه تر میشه اگر درست در این میشه توی این مدل قهوه بعد لایت تر میشه نه؟ قهوه رنگ رستش میلیون تا میلیون دلار میوه‌ای تر باشه، آروماتیک تر باشه، قهوه‌ای که گلیان خیلی خوشمزه میشن. قهوه‌های اتیوپی، قهوه‌های پاناما برای کلی بسیار مناسب تر. تو شما یادداشت می‌کنید. ببینم که یه عکس می‌گیرم. فیلم گرفتم من. آره ببین. فیلم تو کنشو به یه دونه عکس داشته باشه. خب. سیاوش این هم چیده ها، این هم تالیه دیگه میفهمم استاد یه کل میشه بالا بنویسی؟ کجاش کنم؟ کل کل برو بنویسی که اینش اصلا مثل چیه؟ این مثل چیه؟ تادی هم میشه کرد دیگه. این دقیقا تادیه. ما اینو گرفتیم هنوز که هنوز باش کار نکرد. تادیه میگه تو بالاش تو چیزی برای دیگه نداری. استاد همه چی رو روی کلاس آره، راه می‌کنی. بعدش اینو برمی‌داری. نه دیگه چجوری میشه؟ نمیشه. این آب اینجا رو میگیره. قهوه اینجاست. قهوه خب پایین چیه؟ خب پایین آثارشه دیگه. خب از اینجا قطره قطره میاد میره پایین. کجا قطعه از اینجا این بالا. بالا قطرات خودت باید بچکونی. نه آقا یکی وای میسونی با قطره میچکونه. الان یه لحظه تست که آب بریزیم میره پایین. آها نه دریش. آفرین. باز بگو سیاوش اینجا قطره ببین در میاد میریزه. واسه شب برعکسه. تو باید دیری کنی. اصلا مطالعه اون کار نکنم. خراب نشه ها، من میخوام کل برو بخورم. واسه کلبرو کافئینش هم بالاه. نه دیگه میگه نمیاد دیگه. چرا کافئین میاد؟ خیلی کافئینش میگم بالاه. تلخی ربطی نداره اون تلخی به کافئین. کافه تلخ کافئین تلخ میکنه ولی اون منظور از تلخی مثل قهوه‌ای که داریم اصاره‌گیری دمی میکنیم نیستش. ریشوش این سوفا کشه فکر کنم سیاوش این بالاییه. آبش هم که واسه ظرف دیگه. آب کمتری و یه حدی مثلا آب میده اینجا چیز میکنه یه حدی. بذار من در بری که تایمش استاد توی تاور